خوش میده خب بیا. نه چیه نه؟ چی خاله میگه بیا منو بدیدی؟ نه کدوم چه خاله؟ نام خدا ریش کرده کده عباس. عباس بیا ماده؟ عباس خبر نداری؟ بیشتر کنه تو خبر ندارم. نه چی خبر داری؟ ما از تو میشنم. من ایده سری خود میشید میایی. خب بخی بیا خونه بیا بخی. بیا ما خودی ما بید. بیا من که دیدم خاله خب خاله من خیره بدید. بخی نه نام خدا اشته بچه کار بکن روز بسه کن. السلام علیکم خاله داشته. خوبی خیریت بخیر سفرات بخیر. زنده باشین سلامت باشین. بیا شب. من خیلی ببینم بچه کار کنی ببینی بیخون نشناختم. ببینی. کلون شدی نام خدا. چرا هستیم خاله جان؟ شکر. نه. کی بیامدی خاله که من خبر ندارم. این میگه به تا کوچه گله کرد گفت که من مگه برم بدیدم خاله خود. خاله بابا من خبر ندارم ولی گیدک با گفت. خیلی باش بابا تو بیشی چه کارم بزنم تو میره چاپ خاله خام میرم. خیلی غله میدی. من گیله جسو بابا. نه. یا کی میدی خاله؟ نه. غرام زده که بیام این روزی که برای همون چیزی بیشتر میده. نه. آدم دیگه تا آدم تا خوش میمونه نه. ما دیگه گیله جو. آدم رو هر روز رو رشد داره. سبیلای نرسی کنه ریش. با نام خدا. کی میشه سبیل کردی؟ گیله آدم کارو میشه. یا تو میاری که بیام در خونه میگه یک چه خاله ما بدی خود که بدون نام خدا بکناش چون نیم سال شد دیگه. تو سگ من نام خدا کلام شده. ما دیگه گیله آدم تا عاقبت تو خود نمیمونه. خان ایسای کنه خان نه با منم میگیزیم. یه خان نیه گیله گیری. چی که پای گیله؟ سیده بدی دیگه. چکار کنه گیله گیری؟ ایران بیتر دیگه از دیگه. یا دیگه. دیسکو میتونی آره. جنیتی. خوب بدم میشه با. خوب بده شکر. یار خوشحال نه بودم. خاله چشم ما باشه به خدا تو دیدم. میگه یاد کرده بودم که چی بود. ما با تلفن هم ندارم که من زنگ بزنم از ببینم تصویری هم با من نمیاد گوشی کنه کی آید نه به شما گپی بگو شاید رو بیل نکنید که زن من باشه می عباس بچه خاله می پوست خود پاک کردن میتونست حالی زی کنید نه ای که خوردی بده که پوست خود پاک کردن میتونست ای که خیلی موها سعی کنید اویت موها داشته گیله جسه که چی میگم یک مطالی هست از مردم قدیم که خالی خوب بگردم میگه جوجه تا عاقبت وزیر گوسبت نمیمونه خیلی بینیم نه جوجه مرغا ما راستی از این گوسبت بیری کردیم نه دیگه گپی بیزن ها مطالی گیله این مطالی میگه راست میگه دیگه تا عاقبت نمیده خود نمیمونه کلام میشون خب گیله جشته دیگه خود کاروباره اشته بیار چای نه برسیم نمام چای نمام نمام هیچ چی دیر من نماید حالا که بسر زمینه ای چی؟ بسر زمینه ای نه حالا برو پبرو میفروشم پبرو؟ تیار روزگار بچه گیله چیکار کنی؟ روزشیدم در 15 تا میفروشم دینگی از ما ترد زلتما ما میفروشم بالا میشم ترد زلتما ما فلان کچا همینایی که بچه خود دارم میخرم دست چه کار شده؟ چی؟ یا پرسیده من اعصاب من خراب شد بس مرتبه که پبرو خرید من میگم 10 روپیه اون میگن نمیدونه 8 روپیه من میتونم یک دفعه ناسندی دمی که او متوجه نبید من مثلا بوکس کلیت مکوس کلم برفتم و برزش کردم وقتی که بوکس چیز کردم که دیت کردم این بوکس بخورد که بخوره به پینات بخور به کلتین محتر بخور به کلتین محتر چی کار داره؟ چی؟ این بوکسی که به اون فرزدی به انترکت چی کار داره؟ بگم ما با شما بگم ماشاءالله بعد برای من این بوکس بخور به کلتین محتر اصابت مکزیک اثر فهمیدی؟ دیگه نداره خدا شفای بده علامه کبر تو از اختلاط بچه خود خود دیگه خود نکن دیگه اختلاط بگی بعد از وقت بخونیم خیلی دیگه آورده بوده ما میگیم نگویم یک دفعه وطن خوب هلو یعنی خیلی دیگه آورده با خارفتی میگیم دیگه چیکار کنیم اینجا ما کامل جگیله جو اشتی حالا دیگه بیا با چرخ و خب پاسپورت دیگه بیا به ایران بیا که 100 تا کیر شه نه پاسپورت نده همین 100 تا باشه نه من پاسپورت دارم نه تذکره حالا جون بگیرین دیگه تذکره هم تا نگرفته باشه خوبه خاله وقتم مالی نه یک تذکره نداری تو من مدام جوجه بدون بزیر گوسه بعد سعی مکان انا حالا دیگه بیا گیله جو تو واسطه گفتی عباس اشته زودی کلون شدی گفتم جوجه تا عاقبت بزیر گوسه بعد نمیمونه ببینی آدم کلون میشه دیگه من کلون نشدم
عقل هم یاد گرفته نه این که بی عقلی نبود که گردن ما از این بی عقل‌تر دیگه مدر نفسایی خیلی بیعقلی. نه خود نه حال نه حال نام خدا شما همه هوشیارتره نه خاله جان. برو که چرخطه‌ای برگر بزن به چخوری تم دیگه برگر چرخطه‌ای بزن رو بیای چون سیپیانه رو به چخوری بیای چون بیای میگه خودی به چخوری خوبه سهرا میدی اگه شد میام اگر نشد دیگه من دیگه دلجان اومد دیگه پای میکنم بیای بخی برو چرخطه‌ای بزن خودی بخی بخی سر دو بخی بیا رو تم نوجونی برگر سهرا ما بریم خل میشلم گم کردیم جه گم بود بیشتر زمستون پاسال برف آمد با چخوری خورگی در بیاری این چی لکی میبودم خرا پشتی سوار شه بریم چرخطه‌ای بزن سرزمین آقا بیار سر دست تو را با دست بگیرم ای جان محبوب به دل دارم که من تو پس بگیرم بابا اشتنی جنجوری خیلیتی شکر بابا برفتم دیدن به چه خاله خوب عباس گردنم بند باشه نام خدا سلالانی تکته نشده بمی 4 سال امروز راست بوده بابا که میگم جوجه تا عاقبت به زیر گوسفند نمیمونه عباس روزی که به ایران راه گردن بند اخترک چیزی بود خود در یک جوجه مرغی بود والی بیامده خود در یک شتر مرغی شد چه اومده؟ من خبر ندارم رو آمده بودم بابا امرو ما برفتیم سرای نو خاله ما و خاله دگی ما و بچه خاله مگی لکم بیا بده بودم به دیدن عباس خوب بدیدم بابا عباس بچه باجی شما از اون وقتا که به ایران رفته طوله 4 سال میشه به ایران دیگه خیلی وقت میشه بابا یعنی که نام خدا نبینیم جوانی شده شاخ شمشادی ریشه سبیل هم داره همین گفتونه که گساله وزید گوسفند تا با عبد نمیمونه که جی جان یعنی معنی اینه که امی آدم بود تا عبد امی تا جوجه وزید گوسفند همون گساله یا جوجه فرق نمیکنه گساله وزید گوسفند لا نمیکنه شما اشتباه گفتید جوجه تا عبد به زیر گوسفند نمیمونه جوجه گساله یا جوجه مرغ یا جوجه گاو یا جوجه گوسفند یعنی همون بچه نادون که تا به عبد بچه نادون این یک کلون میشه من به ایران برفت و با هوا ایران زحمت کشی ها ایران دیده کلون شده دیگه ریشی سبیل کرده خوب شد دیگه پس چشمات روشن که زنده باشین سلامت بگو تو دیگه برو به سرا دیگه ما خود رمضان میرم تا بدیدم چه خالتم میرم کمی در نه برم من باغچه شما رو اول میرم در اختیار شما با شما میرفتیم بریم بابا بریم عباس یک دیدنی بکنیم بعد از 4 سال از ایران آمده برای که در اختیار پیوند نکنه خوبه بریم بابا من میرم به ایران میرم بابا من میرم خودی بابا به ایران بس که تمیگی آواز کردی بابا او برکته چون من میرم کته میشم گردنم بند باشه تا من به ایران نرم سلام علیکم مشاور الحمدلله خیرات بخیر جانی چیکار پای جان شما جوره یا راستی شوکو چشما شما روشن نواسه شما ماده نام خدا اشته کلون شده ای چشما جمعی باور کار من نشناختم دیدم عباس میگی آخر به ایران بوده به سودگی تیر که در جوجه تا عاقبت به زیر گوسفند نمیمونه غیر الله راست میگه ماما راست میگه حال من چند سال پیش که دیدم حال دیدم پیش متیش خودم خوش آمد کرد من نفهمیدم اول کردم سه کدوم گفتم تو عباس دیگو ها شناختم اشته جوان شده نام خدا خوب جوان شده خدای پاک کیار خوشحال داشته باشه آمین آمین جمی جمعونات جمی برادران همه تا صحیح سالم برگردم به مملکت خوب به خونه و زندگی خوب الهی آمین ماما کجا ماستیم بریم ماما شاگل همین تا ماستم برم تا به صحرا برم ماما شاگل ما ماستیم یک چیزی از شما پرسان کنم یه مقدار وقت که به ایران بدی چند پول آورده خود خوب بخورا تا حال که نپرسیدم من داره بی پول نیه داره شاید 50 میلیون داشته باشه چنده 50 میلیونه خب کار کرده دیگه ماما شاگل با 4 سال 50 میلیون کمه ها دیگه خب بازم این بچه ترم بود مثلا کرای اتاق و ایبر با این 50 میلیون بدی خیلی خدای پاک کاش که برای ما همین یک براره میداد که میرفتم اینجا کار میکرد مشکلات ما حل میشد یک گپ دیگه هم هست نورالله با چی گپ ماما شاگل این به همونجا درس هم میخونده
چی میخونده؟ درس. خوبه دیگه ماما. همونجی درس میخونده. مزاحم شما نمیشه ماما شاگرد. خب به خدا سپردیم. زنده باشین. خدا حافظ شما. خوش آمدی ماما. ای ماما تو با 4 سال برای 50 میلیون آورده که تو که با پول تمام نمیفهمی که 50 میلیون چند میشه. تو فکر میکنی که البته یک دنیای میشه. خوبه بانی 4 سال که به خاک یک عقل کمال که یاد گرفته. خدایا اشته مردمای پیدا میشه.